کنه اینقدر فوق‌العاده بازی کنه که بازیکنان حریف ازش خواهش کنن دیگه دریبل نزنه و حتی تهدیدش کنه. خیلی‌ها ممکنه فکر کنن مسی بوده، اما در واقع این رونالدو جوان بود. در یه بازی لیگ قهرمانان سال 2007 مقابل روم، رونالدو در اون بازی یکی از بهترین عملکردهای تاریخ فوتبال را به نمایش گذاشت. 2 گل فوق‌العاده زد و یه پاس گل داد تا تیمش 7-1 برنده بشه. اما هرچی بازی جلوتر میرفت، بازیکنان روم شروع کردن به خواهش کردن از رونالدو که دیگه دریبل نزنه، چون خیلی بد باخته بودن. ولی رونالدو نمیتونست متوقف بشه. بعد از مدتی بازیکنان روم تهدیدش کردن که اگه دست بر نداره پاش رو میشکنن. در نهایت وقتی مربی یونایتد سرش داد زد و گفت که دست برداره، تازه رونالدو متوقف شد، چون مربی نگران بود که روم بخواد بهش آسیب بزنه. در اون بازی رونالدو 20 دریبل موفق انجام داد، رکوردی که هیچکس توی یه بازی لیگ قهرمانان بهش نزدیک هم نشده. رونالدو جوان قطعا یکی از بهترین دریبل زن‌های تاریخ فوتبال بود. اگه قبول دارید این ویدیو رو لایک کنید. کی باور